و چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم 5 گان برتر سیزن 1 یا 12 کال آف دیوتی رو بهتون بدم. بچه ببخشید این ویدیو رو یکم دارم دیر میسازم، شرمنده. پای درس مشق بودم. الان چند روز فعالیت نکردم و الان دوباره شروع میخوام بکنم. بچه گان اولمون چیه؟ گان شماره اول اودن هستش بچه. دمیجش دمیج از 5 متر رو بزن. نشون بدم دمیج از 5 متر به بدن 57، به پایین تنه 48، به هد 108 بچه. خیلی الانم این باتا رو الان دارم میکشم ببینید. خلاصه یک اتچمنت عالیه و برید استفاده کنید دیگه. اینم از اتچمنتش. خب بچه اینم از اتچمنت اودن، برید استفاده کنید و حالشو ببرید. بریم سراغ گان بعد. بچه گان بعدی کیارمه. من اچسو نذاشتم داخل این لودات برتر. بچه نگاه کنید، وانشاته بکن. شاید یه سری موقع وانشات نشه، ولی بچه ها بیشتر اوقات وانشات میشه و دمیج به بدنش فکر کنم آره دیگه وانشات کلن. خلاصه وانشات میتونید استفاده کنید و حالش رو ببرید. چند تا کیل ببینیم بعد ببین بسا کیارم داشتم میگفتم مده. اینم از اتچمنته. خب بچه ها اینم از اتچمنت کیارم و میتونید استفاده کنید و حالش رو ببرید و بریم سراغ گان بعد. بچه گان بعدیمون سب کنید چه گان بعدیمون MG42 هستش و حالا MG42 تو این سیزن خیلی باف شده و دمیج به بدنش 24، خیلی بالا تنه، پایین تنه 22، بالا تنه 24 یا 22. ببینید از شکم به پایین 22، از شکم به بالا یا از سینه به بالا دیگه 24، هدش هم 28 و خیلی هم خوبه و هیپ فایرش عالیه بچه. حالا چند تا هیپ فایر هم میزنم ببینید این خونه رو انجا میکنه. بعد 25 تا آره فشارشه و میتونید عالی پلی بدید و همه رو رنده کنید و این سیزن لژند کنید. و همینطور که میبینید بذارید من این هم از فایر. بریم سراغ اتچمنتش. خب بچه اینم از اتچمنت MG42، برید استفاده کنید و حالش رو ببرید. بریم سراغ گان بعدی. بچه گان بعدیمون AK117 و AK117 خیلی توی این سیزن باف شده، آخر سیزن داره بافتر میشه و عالیه این سیزن. بکنید این دمیجش هم ببینیم. دمیج به هدش 32، دمیج به بالا تنه 30،
30 از دل به پایین 25 و آره دیگه بریم سراغ اتچمنتش. بچه اینم از اتچمنت A617. بریم سراغ گان بعدی. بچه گان آخر خدای SMG مکتمه و واقعا عالیه. بیایید بهتون نشون بدم و دمیجش رو ببینیم. دمیج به بالا تن 22 که عالیه. به دل به پایین 18. هدم 24. بیایید بهتون نشون بدم. الله خدا یا خدا و صلاحیتش در همین حده. عالیه یعنی نگم رفت. سراغ اتچمنتش. لیتس گو. خب بچه اینم از اتچمنت مکتن و برید استفاده کنید 5 گان برتر رو و حالش ببرید. امیدوارم تا آخر ویدیو رو دیده باشید و خوشتون اومده باشه و تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.